بیان سوره آل عمران آیه 64 رو میآورد. بیان واضح و روشن کردن کلمه لا اله الا الله و دعوت اهل کتاب از یهود و نصارا که الله میفرماید قل یا اهل الكتاب، بگو ای پیامبر صلی الله علیه و آله با اهل کتاب، تعالوا حلوم بیاید الی کلمت، بسوی این کلمه بیاید، کلمه لا اله الا الله، سواء علینا بیننا و بینکم، این کلمه بین ما و بین شما برادری و برابری میاندازد. این کلمه لا اله الا الله خطاب بسوی یهود و نصارا است. الا نعبد الا الله، بیاید که ما تنها الله را عبادت نماییم، ولا نشرک به شیئا، با او کسی چیزی را شریک قرار ندهیم، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا، بعضی از ما بعضی دیگر رو رب قرار ندهیم، من دون الله، فان تولوا فقولوا اشهدوا بان مسلمون، اگر آنها روی گرداندن پس بگو که ما مسلمان هستیم، شما کافر هستید. آشکار گفتن در کار است این را بر کفار. قل یا اهل الکتاب، خطاب به سوی پیامبر گفتیم با دعوت روشنی که دعوت قاطع اهل کتاب یهود نصارا دعوت کرد، به حقیقت آنها را خواند، تعالی گفت بیایید، حضور یابید، گرد آید جمع شوید برای یک کلمه حق. ای اهل کتاب بیایید واسه این کلمه حق، یک کلمه، این کلمه لا اله الا الله است، واسه این یک کلمه بیایید. اشاره به این که این یک کلمه است که با زبان آسان گفته می شود ولی معنایش خیلی بزرگ است، معنای عظیمی دارد. الی کلمت سواء بیننا و بینکم، واسه این کلمه بیایید که بین ما و بین شما برابری و برادری می آورد. کلمه سواء یعنی سخن عادلانه و برابر، یعنی یک قرار عادلانه است، قرار است که بین ما و بین شما یکسانی رو میارد. کلمه عدالت است این کلمه لا اله الا الله که همه رو با همدیگه برابر میکند، برادر میکند، خون رو نگاه میدارد، مال رو نگاه میدارد، ناموس رو نگاه میدارد، حیا رو نگاه میدارد، عفت رو نگاه میدارد. اگر این کلمه رو گفتن هر کسی گفت دیگر همه برابر و برادر میشوند. انما المؤمنون اخوه میگردن، مؤمنان برادر همدیگر هستند. یعنی کلمه لا اله الا الله این کلمه است که بر ما و شما بر تمام جهانیان واجب است این کلمه رو با زبان راندن، تصدیق کردن، عمل کردن. اگر گفتیم این واجبیت رو با زبان رانده و عمل کردین پس ما مسلمان میشویم، برابر میگردیم. الا نعبد الا الله، این کلمه چه چی را دعوت مینماید؟ جز الله کسی دیگر رو عبادت نکنیم، همین است، جز الله کسی دیگر عبادت نکنیم، تنها او رو عبادت نماییم. در دوام چی گفت؟ ولا نشرک به شیئا، و بر او کسی چیزی رو شریک قرار ندهیم. اصل معنای کلمه لا اله الا الله بر این آیه های کریمه یعنی یگام چیزی رو بر او عبادت نکنیم، بر او شریک نسازیم، نه بوت رو، نه طاغوت رو، نه آتش رو، نه انسان رو، از بزرگترین انسانان نه پیامبری رو، نه فرشته رو، هیچ کسی رو. شیئا گفت در اینجا نکره است، یعنی تمامی چیز داخل میشه، عموم است. هیچ چیز باید در برابر عبادت الله شریک قرار داده نشود، هیچ چیز نباید پرستش شود بجز الله. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، نسیت بعدی بعضی از ما بعضی دیگر رو پروردگار اله قرار ندهیم که عبادتش نماییم، مثل یهود و نصارا، مثل صوفی ها، مثل شیعیان و هر کس که بینها است. اینا قسمتایی که دعوای اسلام میکنند رو هست، ولی که غیر اسلام چقدر بیشتر است. الله یعنی در این آیه کریمه من میسوزد که کسی دیگر رو تو به حیث پروردگاری اقرار نمایی، نه، قطعا جایز نیست. از او دعا و کمک یاری مدد طلبی قطعا جایز نیست. نه رئیس، نه رهبر، نه علما، هیچ کسی رو نباید هیچ یک از نفران رو قانونگذار قرار بدهی، قانون آن را شریعت قرار بدهی، نه، قطعا تنها کتاب الله سبحانه و تعالی و سنت او پیامبر صلی الله علیه و آله. یعنی در اینجا گفته میشه که شریک در اطاعت در عبادت نیست. در اطاعت تو کسی رو اطاعت فرمانبرداری نمیکنی بجز الله. اما علما اطاعت فرمانبرداری کردن میشوند به خاطر اینکه شما رو به پروردگار میرسانند، اما مخالفت کردن اونها رو پیروی کردن نمیشود. علمای اهل بدعت، علمای ضلالت رو قطعا گوش کردن نمیشود، حرام از گوش کردن آنها. اما علمای اهل سنت رو مورد احترام قرار میدیم، گوش میدیم، اما در آنچه که اشتباه هست، چون پیامبر گفت کل بنی آدم خطا، تمام فرزندان انسان خطاکار هستند، در اشتباه چیز ما چیکار میکنیم؟ نمیپذیریم، بلکه حق رو میجوییم. یعنی نباید انسان دیگر رو عبادت نماید، نباید انسان قانون انسان دیگر رو اطاعت نماید، تسلیم شد فرمانبرداری کند. تنها دستور عمل تو کتاب الله باشه با سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم. و علما تو رو با سوی این راهنمایی میکنن و عالم تو رو با سوی این راهنمایی نکرد و عالم نیست و طاغوت از جاهل است. چون پیامبر فرمود که لا طاعت لمخلوق فی معصیت خالق، اطاعت مخلوق در معصیت خالق هرگز و هرگز جایز نیست. و فرمود که انما طاعت فی المعروف، با درستی که اطاعت کردن در کارهای معروف از این کارهای درست و حلال و پاکیزه و در شریعت اسلامی است، نه در گناه و معصیت. حتی پدر هم باشد، مادر هم باشد، هر کسی باشد در گناه و معصیت از او اطاعت کردن نمیشود. روایت بخاری و مسلم است. پس اینجا در این آیه کریمه و این احادیث جزء از توحید طاعت میگویند. اطاعت فرمانبرداری تنها از برای الله و رسول الله است، نه از کسی دیگری. مقابل این شرک است، شرک طاعت میشود. اگر تو کسی رو در غیر الله اطاعت کردی،
فرمانبرداری کرده شرک در طاعت میشود. نباید اطاعت در نافرمانی الله از هر کس کرد، نه والدین، نه راهبر، نه دیگران. اگرچه اطاعت پدر و مادر، اطاعت راهبر مسلمان ها واجب است، امر الهی است، فرمان الله سبحانه و تعالی است. با کتاب الله و سنت پیامبر اطاعت آنها واجب است، ولیکن نه در معصیت. امر بر معصیت شد دیگر نه اطاعت است نه فرمانبرداری. فان تولوا، در دوام آیات از قول ابراهیم، فان تولوا، اگر آنها روی گرداندن از این کلمه لا اله الا الله، از این اطاعت فرمانبرداری، یعنی اگر نگذارند که الله یگانه اطاعت کرده شود، عبادت کرده شود و فرمان او جاری شود، فقولوا اشهدوا بان مسلمون، پس شما بگویید ای مؤمنان ما مسلمان هستیم. بدونید که شاهدی بدهید و بگویید با دهان پر ما مسلمان هستیم، تسلیم فرمان الله هستیم و گواهی میدهیم که شما مشرک هستید، کافر هستید. براءت بزوری از شرک، یعنی ما فقط بر توحید تسلیمیم، با اخلاص عبادت از برای او سبحانه و تعالی، بدون سرکشی. ما مسلمانیم، با اخلاص الله را عبادت می‌نماییم، با اخلاص از قانون‌های او اطاعت فرمانبرداری می‌نماییم و قانون او را دستورالعمل حیات خود قرار می‌دهیم، اما از غیرش روی می‌آریم. از هر گونه قانون باشد، دموکراتی است، سوسیالیستی است، کمونیستی است، آلمانی است، هر چیزی از زیبیلدانی افکار انسان ساخته شده است، باطل است، اساسی ندارد. این اعلان آشکار است، ثابت بودن در اسلام حقیقی، فرق بین مسلمان و کافران در ظاهر. پس این آیت کاملترین دعوت به سوی عدالت است، از اهل شرک، از اهل کفر، به سوی این کلمه بیایید که برابر می‌سازد ما و تو را، برادری می‌سازد بین ما و تو. معنیش روشن است و عبادت تنها از برای الله قرار بگیرد، نه از برای غیرش. شرک رد کرده شود، قانون او الله پذیرفته شود و غیر قانون او رد شود. توحید طاعت میگویند طلب کرده می شود، چی دانشمند باشد، چی امیر باشد، چی راهبر باشد، چی حاکم باشد، هر کسی باشد مخالف امر او فرمانبرداری کرده نمی شود. تنها در برابر فرمان الله ما تسلیم هستیم، اما فرمانبرداری اینو کرده می شود با فرمان الله باشد. اگر کسی روی گردان در آخر رایج فرمود بدونید که ما مسلمان هستیم، شما مشرک هستید. پس این آیه کریمه حقیقت معنای کلمه لا اله الا الله را نیز بیان می‌نماید. بگیرید چقدر آیات های بیشمار از درباره کلمه مفهوم لا اله الا الله. برای همین دائم تاکید می‌نماید که کلام الله را بخوانید با تدبر، با تأمل، با ظاهر آن، با تلاوت زیبای آن اهمیت بدهید، خوب است، ولی اون چیزی که تاکید شده است برایش ما واجب است این چی است؟ این عمل کردن با آن، تفکر، تأمل در آن. اگر کسی یکی از این رکن‌ها را قبول نکرد وای مشرک است. از آیه‌ای که بیان کردیم باید اصلا انسان شرک را رد نماید، اهل شرک را رد نماید در اعتقاد آنها و الله را اطاعت نماید و قانون‌های بشر را نیز رد نماید، نافرمانی کند از آنها.